یعنی من هلاک اون دوستایی هم که میگفتن مهناز برامون پنکیک رژیمی یا کلا صبحونه‌های رژیمی بذار، چند تا براتون گذاشتم و امروز تصمیم گرفتم یه پنکیک رژیمی فوق‌العاده براتون بذارم. سلام دوست من، مهنازم. به کانال خودتون خیلی خوش اومدین، با من همراه باشین و اینجا همه چی با همدیگه سه سوته و کاربردی everything is here. بزن بریم. سه قاشق جو 2 سرپرک میریزم داخل دستگاه. من دیگه این سری خورده چون مصرفم تقریبا زیاده، حجم بیشتری ازش گرفتم. این یه قاشق، این 2 و اینم 3. یه دونه سیبو، اگر سیبتون بزرگه نصفشو و اگر سیبی که من دارم کوچیکه کامل اضافه کنید. یه دونه تخم مرغ، 1/2 قاشق چایخوری هم من بیکینگ پودر بهش اضافه میکنم و حالا یه خوردم دارچین و سیب که میدونید دیگه ترکیبشون فوق العاده است. حالا 2 تا قاشقم شیرتونم بهتره که کم چرب باشه. حالا من اینو میرم با هم مخلوط کنم، ترکیبشو بهتون نشون میدم. چه بافتی پیدا کرد، عالی شده. من با جو 2 سرپرک خیلی چیز میز درست میکردم ولی احساس میکنم این الان خیلی باید عالی بشه. خب ظرفی که میخواین ترجیحاً تفلون باشه، بعد بذارین خوب و کاملا گرم بشه. مقداری که لازم باشه بریزید و بعدش وقتی که درست شد برش میگردونم. این میبینید که حباب زد، دیگه وقتشه که آروم برش گردونم. طرف دیگه‌ش هم سرخ شه و دیگه آماده است. دوستان من اینجا یه اعترافی باید بکنم، اینی که جلو خودتون دیدین که تو دستگاه مخلوط کن ریختم، خوب میکسش کردم، ولی این یکی رو یه ذره قبلش حوصله‌ام نیومد، گفتم بذار ببینیم همینجوری که مثلا رنده کردم سیب و اونم همینجوری ریختم ببینم چجوری میشه. ولی خدایی اینم طعمش شاید یه ذره شکل این خوشگل‌تر بشه تو مخلوط کن و اینم طعم خوبی داره. حالا اگه گفتم برای تنبلانه ترش این روشه، طعم خیلی خوبی داره، من تستش کردم و اینکه یه صبحونه عالی و رژیمیه. امیدوارم که درست کنید و لذت ببرید از طعمش. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، دوست داشتین با من تو این کانال همراه باشین، من که خیلی خوشحال میشم از همراهیتون. دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش هم فعال کنید که از ویدیوهای بعدی من مطلع بشین. خیلی زیاد دوستتون دارم. روز و شبتون خوش و خدا نگهدار.